قراره بریم ارزون ترین غذاهای تهران رو تست کنیم. فقط یه مشکل، من یه جا رو فقط میشناسم که ارزونه. آقا من یه جا میشناسم پیتزا میده 40 تومن. خب پس خدا رو شکر یه کبابی هم پیدا می‌کنی. یه کبابی هم هستش اونم پیسه. برو بریم. خب اول بریم پیتزا رو میزنی. مهم نیست. برو بریم. اولین جایی که پیدا کردیم پیتزاش 40 تومنه. تو امامزاده اصلا هم هستیم. فلافل هم داره. فلافلش 20 تومنه. پیتزاش هم 40. نمیدونم با چی درست کنم ولی اینجا خیلی شلوغه. نگاه بگیر اصلا امامزاده اصلا معدنه. اینجا بگیر 20 تومن رو بگیر. آره نگاه آقا بیا. آقا یه دونه پیتزا بده میزنم. یه دونه پیتزا اونجا واسه باش. اون مسئله باش بریم. واسه چی داداش بگیر. یه دونه پیتزا یه دونه داره کلا. اون پیتزا 40 تومانی. پیتزا 40 تومن. سلام خسته نباشید. یه پیتزا 40 تومانی می‌خوام با یه فلافل 20 تومانیه. یه دونه هم فلافل 20 تومانه. دو تا دیگه. سالم بمونه ان شاء الله. اینو آره دیگه 20 تومانه. دیگه همین یه پیتزا یه فلافل 60 تومن. مرسی 60 تومن شد. یه دونه پیتزا یه دونه فلافل کلا 60 تومن شد. میگیره داداش. صاف بگیر. پیتزا با یه مدل پیتزا یه دونه پیتزا یه دونه فلافل. الان فهمیدم. شد چقدر؟ 60 تومن. آقا ابراهیم اینجا پیدا کردیم. ابراهیم بودی؟ آره دیگه ابراهیم 2 سال هم هستش اینجا داره کار میکنه. مثلا اینو قبلش بهم گفت بریم یه سری سوالا ازش بکنیم ببینیم چی میگه. خب چی بپرسیم ازش؟ چند سالته اول؟ خب ابراهیم چند سالته؟ 12 بزرگ شدی میخواد چیکار شی؟ این کارشه. دوست داری مکانیک. مکانیک؟ خدایی. غذای اینجا چجوریه خدایی؟ خوبه یا خدایی. همه چی؟ آره این پیتزا رو می‌بینیم 40 تومن. پیتزا 40 تومن. فلافل هم 20 تومن. پیتزای پرفاین هم 50 تومن. خوب. اون زمینیه. آها. بعدم اون میگی. یکی از خوبای اینجاست ابراهیم. به ابراهیم خوشیده خدایی چشاشو نگاه. آقا ما بخوریم نظرمون رو بهت بگیم. بخورین نظر یه دونه هم نوشابه بیار برای ما. یادمون رفت بکشیم. ما بکشید داداش. دمت گرم. دمت مرسی. خب ببین وایسا. این پیتزاشون 40 تومنه. اصلا 40 تومن ندارده. بعد یه دونه هم فلافلش هم 20 تومن در بیار ببین. مفت داداش. خدایی حالا مزهش رو ببینی. فلافل 6 تایی هم هست. 6 تایی ها. فلافل 6 تایی. عشق پرسپولیس. آره خدای قیمتش اصلا ندارده تا حالا من ندیدم. چی بگیر؟ بیا تو شوی خدایی بابا به به. خدایی خوبه. شای همه چی هم داره. آقا ابراهیم هم که اینجا هست اصلا 20 تموم. کارو نظر خوبه داداش. بریم یه تست بزنیم. خدایی خوبه. ببینیم چجوریه. خدای قیافه ایش خوبه. عالیه. خدایی خوبه داداش. معمولیه داداش. قیمتش میارزه. بابا 40 تومن هیچ وقتی هم پیتزا نمیدن. چند میدی به یک؟ خدایی خوبه. چند میدی بهش؟ من داداش از 10 الان 8 میدم. 8 میدم الان من 7. ولی خدایی خوبه. خدایی خوبه. خوشمزه. خب همین داداش نظرت چی بود؟ داداش از پیتزاش یه ذره خشکه سفته. ببین تهش یه لحظه بیا بگیر نگاه. این زیرش خیلی خشکه یعنی جر می‌خوری. بعد روش هم یه لحظه بیا بگیر قشنگ خشکه. چم نگاه کن. اینجوریه اصلا من نمیدونم چه جوری الان یه دونه میماگه صحبت کرد. آره نمیشه راحت صحبت کرد. آره ولی خب به قیمتش میارزه. به قیمتش میارزه یعنی جوری که فقط سیرت میکنه. ولی فلافلش هم خوبه 20 تومن همه چی هم. آره فلافلش هم که اینا دیگه فلافلش هم نمره میدیم بهتون. نخوردیم الان یه تست بزنیم ببینیم چه جوریه. همینجا دیگه داداش. آقا میفهم واقعا. خدای خوبه. آره اما اون کارتون. آقا خدای فلافلش خوبه من 8 میدم. فلافل واقعا فلافل عادیه که همه جا هستش خوبه. خوبه آقا من 8 میدم. آره آقا خیلی شلوغ بود اونجا. اومدیم بیرون بعد اون تو خیلی شلوغ بود. آره گرمم بود نمیشد. آره الان خوبه. الان نظرمونم بگیم. آقا پیتزاش واقعا چند میده؟ حالا اونجا چون اونا بودن ایدار نمیشد. قشنگ واقعا نظرم. سر بغل دستم وایساده بود. آره ناراحت میشد. بعد هیدش نگاه میکرد. بعد من نمیتونستم میگم بعده که. آره خدای آره. عمو برام چیز اومد بزرگتر بود اومدش عمو بهش گفت عمو گفت نوش جون نوشابهش. آره اونم گفت میشه تو خیلی خوبه اینجوری چیزا. آقا پیتزا شو چند میدی؟ پیتزا شو ببین کلا من به همه چیش اینجا به همه غذاش از 1 تا 10 میدم 3.5
3 خدایی داره دروغ میگه. بابا خفه شو بابا، چی بودون؟ بابا پیتزاشو تو مثلا حالا 4 3 ولی خیلی خوش بود. حال نمیداد. من می‌خواستم بیام ببینن داره چی میگه، ولی خیلی آشغال بود. ولی نه فعلا من دوستش دارم. قیمت پایین میگیرم ولی آشغال دارم میدم به ولی مشتریش هم خیلی داره، خیلی شلوغه. مشتریش هم شلوغه. ولی من خودم پیتزاش که میگم 3 4 ولی فلافلش رو همون 7 8 میدم. چون فلافلش هم داغ بود، هم تورت هم خیلی خوب بود. فلافلش یه چیز عادی بود ولی بازم اونجوری که باید که بگیم خفن بودش نبود خدایی. همین بریم. حله تمام. بریم جای بعدی. بریم مکان بعدی. مکان که نزدیک رستوران بعدی. فعلا بریم. سلیمه جان سلیمه جان سلیمه بریم قدم بزن افتاد ببینن بریم قدم بزن یکم بکن ناز. ارزون ترین کبابی که پیدا کردیم کبابی عمو جعفر. بگیم بالا رو بگیر. آره کبابی عمو جعفر یه سیخ کباب میده. آره یه سیخ کباب 35 میده. لقمه 45. آره بریم آقا بگیم سیخ مزه‌ایه. همین بگوش. آقا سلام. عمو سلام. خسته نباشید. یه سیخ کباب می‌خواستم. یه سیخ دیگه. لقمه. آره. قانون دیگه. لقمه ای. آقا فهم. ویدیو داره میگیره، اما داره میگیره. ویدیو داره. یه چیز چیکار کنیم؟ لقمه یه سیخ لقمه. بله. یه چیز بله نه. بله آقا بفهم. حالا چاقال باید. پولم برم بگیر. برم بگیر. چلسی. نگیردم. بخ شد با. رفتیدم. کار داریم می‌کنیم. ما ویدیو داریم میگیریم. ما معروف میشه برای کانال. نه یوتیوب. تبلیغات کنید پس ما. همون دیگه. آقا اینجا بهترین کبابی ایران. آره خدایی. من تو یوتیوب میذاریم. شلوغی هم یک فیلم بگیرید که مردم ببینن. الان ماه رمضونه سر ما. آره شماره هم بزن. نه فود بلاگر نیستیم ما. نه بلاگر نیستن. آره بابا. اینستاگرام ما یوتیوب. آره یوتیوب هم اصلا. ولی دیگه معروف میشه دیگه شما هم گرفتیم شما اینجا رو. بگو ببینم. 939 77 آره دیگه. 827 چی الان؟ 827. آره. بابا چیکار کنیم؟ چی دیگه؟ ویدیو میگیریم دیگه. هم کعبه پست کنیم نظرمون رو بدیم. الان کعبه رو می‌خوریم نظرمون رو میگیم خوب بود یا نه. همین. بعد نظرشو بگه بعد اگه خوب باشه. آره. خوب باشه دیگه من چی بزنم دیگه؟ بعد باشه میگم من. اسمش هم بزن. پول خوب میده دیگه. پول میده. آشوبی بزن. آشوبی. یوتیوب. آشوبی. نه؟ آره. یه بستگی داره چقدر ویو بخوره دیگه. آشوبی. ما یه مایما داریم اینجا. خوراکه. برای فیلم بزنشه تولد بیاید اینجا ببین تولد بیاید اینجا ویو بگیره. بگو چه میاییم. سلام علیکم. آره دیگه نظرم میخوام بگم بعد باشه میگم بعد تو. آره خوب باشه. ظهرم میایم دوباره تو ویدیو میگیم. بعد یهو دیدید همون یهو دیدید 200 300 هزار تا ویو خورد. ترک کشیدن اینجا. از طرف هم تخفیف هم بهشون بده. سر خوب ما کبابمون انقدر خوبه الان اونور دارن 1000 آره کباب میزنن. آره میشناسیم بابا ما بچه همین محلی. الان این وقت خلوته به خاطر اینکه بچه‌ها اونور دارن کار میکنن 1000 نه دیگه ما هم یه موقع خلوت باشیم که راحت ویدیو بگیریم. خدای مشهوره. زیاد اومدیم. جدای هم ویدیو. دمت گرم. همون دیگه خوشگل درست. ببین همون چیزی داره برامون حرفه‌ای میزنه. آره اوکی. مثلا اونجا رو بگیر. اصلا اینجا بگیر. همون داره عشق میذاره یعنی برامون. بده 1 کیلو. فقط نگاه کن. اونو بگیر. همین. آقا نرا. دمش گرم. اصلا دیگه. تو هم معرفی شی. خیلی خوبه. دیگه قربونت فعلا. آقا دمتون گرم مرسی. اما بریم اینو یه تست بزنیم. الان ما رمضون خیابون نظرمون بگیم. بریم یه جای خلوت بیا. هی میگم موقع جلوم نبام که من دیوانه بشن حرف موقع تو حواس هی من سندت میکشن خب بریم تست کنیم. کباب گرفتیم اینجا بودن. خدای خیلی آدمای باحالی بودن. خیلی خندیدیم. حالا دفعه بعدی بیاید کباب رایگان بریم. آره خیلی باحال بود. خیلی هم گفتم خندیدم هم شماره ما رو گرفتن گفتم دوباره بیاید زنگ می‌زنم بیا تبلیغ اینا.
حالا که معروف نیست مثلا تازه اولاشه ولی خیلی خندیدیم. یه سری از ویدیوهاش یه تیکه‌هاشو گرفتیم. یه ذره‌ش هم حالا نگرفتیم ولی اونجا صحبت کردیم نتونستیم. ولی بریم خیلی حالا ببینیم چی شده آجی. نصفش کنیم خیلی خدایی دمش گرم. من خصوصا موزه میزنم خوب بیفته. گوزا رو این چیزا شروع می‌کرد. به وایس قشنگ بگیر با 45 تومن. یه سیب کباب خالی همه چیز از فلفل هم زده. فلفلش تنده ولی تست کن. این حیوان نخور تو رو قرآن. بریم تست کنیم. تنده آجی. واقعا خوبه. خدایی 45 تومن خیلی خوبه. آبش هم نمون. خیلی هم. خیلی تنده. ولی خدایی 45 تومن من به این چند نمیدی وجدانه. نه با 45 تومن نمیشه خدایی. واقعا نمیشه ولی داداش تو گرفتی دروغ هم نمیگی منظور. میگم خیلی مشکی بود. من به داداش 9 میدم. خیلی حال میده. تو منم همون 7 8 میدم. خدایی مشکی. پیتزا هم هست. از پیتزا و فلافل که دیروز خوردیم خیلی سردتره. فلفلش خیلی تنده ولش کن. دهن سرویس. اصلش فلفلشه. از پیتزا فلافلی که دیروز خوردیم خیلی خوشمزه‌ره. یعنی اینم بگم چرا لباسم عوض شد. دیروز ما وقتی اونو خوردیم من یه ذره علت گرفتم بعد هوا هم تاریک شد یعنی کیفیت ویدیو خوب نمیافتاد. یه کات کردیم که گفتیم برای فردا یعنی امروز میشه به ادامهشو بگیریم برای همین لباسام عوض شدیم. خدایا خیلی خوب اومد بریم بخوریم. کارو بگیر داداش کارو بگیر. خب جمع‌بندی آخر این ویدیو میشه اینکه همیشه غذا ارزون باشه دلیل به بد بودنش نیست. خدایی سوختم. آره الان کارو شده. فلفل خیلی دوست دارم ولی خیلی تند بود. آره سوختم پاره شد. ولی خدایی جدای از اینا جمع‌بندی این ویدیو میشه غذای ارزون خوبم پیدا میشه. آره آقا یه سری ارزون میدن ولی مثلا مشی پر. آره ولی اینم چون گفتیم ما می‌خوایم ویدیو بگیریم اینا خدایی خوب پر کرد. حالا برای همه هم خوب پر میکنه. شاید برای ما زده ولی همه چیش خوب بود. هم مزه‌ای هم خوبی. پیتزاش به نظرم تو اینا فقط خیلی بد بود. پیتزا خیلی بد بود. یعنی فلافل خوب بود. پاره شدیم. این کبابم عالی بود. من اینکه اینم بگم واسه فکر کنم تو کل یوتیوبرها که این ویدیو رو گذاشتن رکورد زدیم. ما رکورد زدیم که از ارزون ترین ارزون گذاشتم پیتزا 100 تومن منطقیه ولی اینا که من گذاشتیم باور کن یه سری باور نمیکنن مثلا این الکی بود ولی خدایی که واقعی بود. پیتزا اصلا نیست. آره. ولی خب حالا بعد مزه بود سیف فود اینا مثلا چیپس داریم می‌خوریم ولی کلا خوب بود. ولی آره رکورد زدیم تو به اون پیتزایی که کل بچه‌ها هر دو تامون چند بدیم جمعاً من 3 میدم حتی. من 4 میدم 5 داده بودم 4 میدم. همون 3.5. آره. به کباب چی؟ من 8 میدم 8 کباب 8 منم مثلا همون 8 کباب هم از 10 8 میدیم بهش. فلافل قیمتی هم خوب بودن. فلافل هم گفتیم همون 6 7 آره قیمتی هم خیلی خوب بودن. قیمتی هم 20 همه اوکیه آقا. دمتون گرم. کانال رو حمایت کنید، حساب کنید، لایک کنید، روحیه بدید، انرژی بدید. اولش یه ذره ما خجالت میکشیم. اگر جاش بد بود کامنت حتما بگید. اگه چیزی هم کم بود دوزم کامنت ها بگید. دمتون گرم. خیلی دوستتون دارم. فعلا